امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 47 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم ترانه آذربایجانی رو با همدیگه کار بکنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 47 یه قطعه 6-8 هست. ما قطعه 6-8 قبلا زیاد زدیم دیگه، با مدلشون آشنا هستیم. شمارشمون برای این قطعه به صورت 6 تایی میشه، 1 2 3 4 5 6 میشماریم. نکاتی که تو این درس داریم همه رو تو درس‌های قبل داشتیم. مثلا از چیزایی که باید بهش توجه بشه الگویی هست که همون شروع قطعه داریم، یعنی الگوی چنگ نقطه دار دولا چنگ چنگ که توی ویدیوهای قبل در موردشون حرف زدیم. اگر ندیدید حتما به اونا مراجعه بکنید که این الگو رو یاد بگیرید. 1 2 برای نوت اول میشه، یعنی 1 با نصف 2. نصفه دوم 2 که میشه یه دونه او میرسه به نوت سی که نوت دولا چنگه و ضرب 3 هم کامل برای نوت 2 هست. پس میشه 1 2 و 3. 4 برای ر میشه، 5 6 هم که برای نوت سیاهه. شمارش رو دیگه بلدید برای قطعه 6 8. بیشتر از این لازم نیست درش توضیح بدیم و اگر مشکلی هست حتما درس‌های قبل رو نگاه کنید. نکته دیگه ای که قبلا هم داشتیم علامت‌های ولت هست، ولت 1 و 2 که این علامت‌های ولت همیشه با علامت تکرار میاد. توی خط سوم می‌بینیمش، اون علامتی که توی یه میزان مونده به آخر داریم و توش 1 نوشته میشه ولت 1، یعنی بار اول. و بعد که میرسیم به علامت تکرار و برمیگردیم جمله رو از خط دوم تکرار می‌کنیم، آخر قطعه به جای ولت 1 ولت 2 یعنی میزان آخر اجرا میشه. ولت 2 جایگزین ولت 1 میشه، دیگه ولت 1 رو توی بار دوم نمیزنیم. این نکاتی بود که لازم میدونستم در موردشون توضیح بدم. حالا قسمت به قسمت با هم دیگه کار میکنیم و اگر نکته‌ای باشه بیشتر در موردش حرف میزنیم. 3 خط اول رو بهتر جملاتش رو دو میزانی در نظر بگیریم، یعنی هر دو میزان رو یک عبارت یا یک جمله در نظر بگیریم. نوتامون هست سل زرد و بعد رو سیمای سفید سی دو ر. میزان بعد هست ر فا. بسیار عالی. پس یه سل رو سیم زرد میزنیم، سل سی دو ر فا. شمارشش رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ دو میزان بعد که یه عبارت دیگه هست و مجموع این 4 میزان یک جمله رو کامل میکنه. اوکی، دو میزان دوم یعنی میزان آخر خط اول و میزان اول خط دوم. نوتامون هست ر می ر دو، خط بعد دو ر دو سی. پس میشه ر می ر دو ر دو سی. به راست چپش حتما توجه کنید و طبق همون چیزی که خودش گفته اجرا بکنید. راست و چپا خیلی توی حالت قطعه و اون بیان موسیقی شما تاثیر گذاره و جدی بگیرید اجرای راست و چپا رو. فکر نکنید بگید خب حالا چه فرقی داره من بزنم راست چپ راست یا بزنم راست راست چپ. قطعا متفاوته. اوکی، با شمارش این دوتا میزان رو میریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و اینجا یه جمله کامل میشه. من این جمله 4 میزانی رو براتون اجرا میکنم. دوبار زدمش به خاطر اینکه یه دو خط تکرار داشتیم که باید از اول تا اینجا رو تکرار میکردیم. میریم سراغ جمله بعد. دو میزان آخر خط دوم یه سل رو سیم زرد میزنیم، بر رو سیم سفید نوتامون هست لا سی دو دو ر ر دو سی. بسیار خوب، میزنیمش سل لا سی دو دو ر ر دو سی. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو میزان بعد دو میزان اول خط سوم سل لا سی دو دو سی لا سل دو. سل لا سی دو دو سی لا سل دو. میشماریمش 1 2 3 4
به اینجا که میرسیم برمیگردیم دوباره از خط دوم میزان دوم تکرار میکنیم و بار دوم میزان دوم خط سوم حذف میشه و به جاش میزان آخر قرار میگیره و در واقع اون عبارت آخر ما میشه میزان اول و آخر خط سوم. من یه دور این جمله رو از میزان دوم خط دوم اجرا میکنم، یک بار با ولت یک و یک بار با ولت دو. برمیگردیم. بسیار عالی. میریم سراغ دو خط آخر. دو خط آخر عبارت‌هاش رو به صورت سه میزانی در نظر میگیریم، یعنی کل خط سوم میشه یک جمله و کل خط چهارم میشه یک جمله و کل خط پنجم هم میشه یک جمله. لا سی دو 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 میزان اول خط چهارم، لا سی دو 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 شمارشش 1 2 3 4 5 6 میزان بعد یه جفت دو زرد و سفید ر دو سی 1 2 3 4 5 6 راست چپش مهمه، راست راست چپ و میزان آخر لا سی لا لا سی لا به شمارشش مشخصه 1 2 3 4 5 6. پس کل خط چهارم یک عبارته به این شکل میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط آخر سل لا سی 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 سل سی سی دو سی لا سل لا سل سل لا سی 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 سل سی سی دو سی لا سل لا سل و بعد این کل این دو خط دوباره تکرار میشه. دو خط آخر پس به این شکل میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اون دیسی که آخر قطعه نوشته به معنی اینه که باید کل قطعه از اول تا آخر با تمام تکرارهاش دوباره اجرا بشه. بسیار خوب. یه دور قطعه رو از اول تا آخر بشنویم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خیلی خوب. اگه بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 2 ضربی و سرعت 66 و با هر ضرب مترونوم 3 شماره میشماریم. مترونوم داره دوتایی بهمون میده 1 2 1 و 2 و 1 و 2 و یا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار عالی. حالا اگر یه خورده تکنیک بهش اضافه کنیم
اون وقت به این شکل میشه. این هم از اجرای قطعه ترانه آذربایجانی. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.